رستوران کلاب سفیر در وودلند هیلز میزبان شما با بهترین غذاهای ایرانی. می توانید تمام بازی‌های فوتبال را در رستوران سفیر به طور زنده تماشا کنید. سفیر در 19940 ونچورا بولوارد، شهر وودلند هیلز. 818 713 90 90. Soccer stores where we have all your soccer needs: cleats, jerseys, balls, and accessories. We carry all of the major brands like Nike, Adidas, Puma, and more. We offer kids packages, cleats, shin guards, and a ball for just $39.99. We also offer team packages for both youth and adult teams. So please visit one of our 5 locations in Riverside, Santa Ana, Upland, Glendale, and Granada Hills. Se habla español. خانم آقایان، با سلام و درود فراوان خدمت شما عزیزان. امیدواریم که خوب و خوش و سلامت باشید. جمعه شب 2 آگوست 2013 در خدمت شما هستیم در 40-45 دقیقه آینده. خب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران هم به پایان رسید امروز و هفته سوم سه‌شنبه آغاز خواهد شد. در برنامه امشب گفتگوی خواهیم داشت با همکار خوبمون از کانادا، خانم نیلوفر مومنی، درباره بعضی خبرهای فوتبال. نگاهی خواهیم داشت به هایلایت 3 بازی از لیگ برتر فوتبال ایران. نگاهی خواهیم داشت به جام آودی که در آلمان برگزار شد و در اگر وقت بشه تورنمنت آمریکا، رئال مادرید، چلسی، اینتر میلان، گالاکسی، نگاهی به بازی این تیم‌ها خواهیم داشت و دیگه ببینیم به کجای ساعت خواهیم رسید. اگر وقت داشته باشیم با ارتباط مستقیم هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب بریم به کانادا، شهر تورنتو و خانم نیلوفر مومنی، ببینیم که بعد از مدت‌ها غیبت، البته یه مقدارش تقصیر خانم مومنی بود، یه مقدارش تقصیر ماست، چون ساعت برنامه ما همجوری عوض میشد، نیم ساعت بالا پایین میشد، ما نمیدونستیم باید چه کار بکنیم. خانم مومنی با سلام خدمت شما. سلام آقای آل‌سفر و سلام از اون خدمت بینندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم که خوب و خوش باشید. مرسی، خیلی ممنون. تیرگانم به پایان رسید. بله. و شنیدم که به خوبی و خوشی و با استقبال مردم روبرو شده بود و عکساشو من دیدم. حالا دیگه به قول معروف خسته نباشید. خواهش می‌کنم. خسته نباشید. مردم پسندیده باشن و جای شما خالی به اون آهنگای بندری گروه عجم که بود. گروه عجم. بله. از لندن انگلیس اومده بودن. آها بله. آره یه آهنگ دارن لندن. بله اتفاقا همون بندری لندنه. بله. و گفتن که خوش به حالتون، چقدر ایرانی اینجا زیاده. اینو در مورد لندن خوندیم با اون هوای ابریش و مردم سردش و اینجوری آهنگو شروع کردن و در مورد آهنگ. بسیار عالی. خب ما هم حالا سعی میکنیم بیاریمشون آمریکا. بله. البته برای یه آهنگ نمیتونیم بیاریم، ما باید یه CD بندری بدن که ما بتونیم بیاریمشون. خوبشون میکنم. حالا من CD شد آلبومشون مثل که به زودی من فقط هم یه آهنگشون رو شنیدم. خب خانم، بله خانم مومنی،
مثل اینکه دورگه های ما دارن زیاد میشن. بله خوشبختانه با تشکر از نسل قدیم ایرانیان به اصطلاح کشف جدید ایرانی ایتالیایی به اصطلاح کشف شده. بازیکن ایرانی الاصلی که از مادر ایتالیایی و پدر ایرانی به دنیا آمده به اسم جامی رفعتی که اسمشون ساله هستش. جامی. بله بله. لحظه فامیل رفعتی. بله بله. جامی رفعتی در ایتالیا. بله بله. چند سالشونه؟ فلورنس هم به دنیا آمده و اونجا بزرگ شده و 2 سال پیش برای دوران دبیرستانش به انگلیس رفته و میخواسته ادامه تحصیل اصلا اونجا بده که در حین درسش مثل خیلی جاهای خیلی به اصطلاح دانش آموزای دیگه در همون تیم فوتبال کالجشون داشته بازی میکرده که به اصطلاح سکاوت های به اصطلاح تیم‌های مختلف انگلیس از جمله تیم جوانان وست هم خیلی خوششون اومده از بازیش. فقط بگم که هافبک وسط هم هست، سنترال میدفیلدر. بله. و خیلی خوششون اومده از بازیش و به تیم جوانان به اصطلاح و تیم پایه به اصطلاح وست هم پیوست و این فصل قرارداد رسمیشو با جنوه ایتالیا بسته است و به این ترتیب در سری آ بازی خواهد کرد از سپتامبر. بسیار عالی، بسیار عالی. خوشحالیم که بالاخره یه دورگه دیگه هم پیدا شد. خب یه دروازه‌بان دورگه داریم، یه هافبک وسط دورگه داریم، یه فوروارد دورگه داریم یا اون همش نه اون هم فوروارد بازی میکنه هم هافبک. بهرنگ سفری. بله. اون بالاخره میترسم یه روزی بشه که همه دورگه ها یه 12 تا دورگه داشته باشیم اون وقت دیگه چی میشه؟ اتفاقا بد نیست، برای اینکه مثلا بازیکنایی مثل قوچی نژاد، قوچی و خود دژاگا دیدیم چقدر بازی خوبی برای تیم ملی انجام دادن و تجربه‌ای که در اروپا دارن و میارن به تیم ملی و خیلی ارزشمنده. نیلوفر خانم مطمئنم وقتی تعدادشون از 5-6 تا بالا بره قانون میذارن که در تیم ملی ایران شما 3 تا بیشتر دورگه نمیتونید داشته باشید. اگه مثل اون خب به خوبی اونا اگه در ایران باشه که خب چرا نه، ولی بله. خدمتتون عرض کنم که سوال بعدی ما درباره شنیدم که تیم ملی مثل این که قراره بره شیلی. بله مثلا صحبت میبخشید صبر اومد نمیرن. خب عافیت باشه. امیدوارم این به اصطلاح بازی دوستانه مثل اردوی پرتغال به اصطلاح کنسل نشه. گفتن که بازی دوستانه که خواهیم داشت با شیلی در تاریخ 6 سپتامبر 10 سپتامبر با شیلی خواهد بود و امروز هم اعلام کردن که کره جنوبی اتفاقا در وبسایت فدراسیون کره جنوبی هم اعلام شده که 6 سپتامبر ایران و کره جنوبی بازی دوستانه خواهند داشت در کره. ببینم 6 سپتامبر 10 سپتامبر دقیقاً اصلا به هم نمیخوره و خود شیلی هم تیمشون 4 روز قبل از بازی اگه بازی ایران انجام بشه 4 روز قبلش خودشون بازی دارن با ونزوئلا برای بازی‌های مقدماتی جام جهانی. البته من فکر کنم کسی که این بازی‌ها رو ترتیب داده من میشناسم. جدی؟ بله. از میدونی کنسل میشه؟ نه از شدن میشه ولی روزاش به هم نمیخوره. دقیقاً از کره جنوبی کجاست؟ مگر اینکه ببینید تیم کره، تیم ایران، شیلی و آمریکا بیان تو لس آنجلس بازی کنن. البته بازی ایران و شیلی قرار در سان فرانسیسکو برگزار بشه ولی ایران و کره ایران و شیلی رو گفتن که در شیلیه که یه شهره که 18,000 نفر یه استادیوم 18,000 نفری داره. اولین خبری که من خوندم توی سان فرانسیسکو بود. خب پس دیگه مطمئنم کی گذاشته. جدی؟ آخه
یعنی کره جنوبی میکشونن میان سان فرانسیسکو؟ آره کره جنوبی یادتون باشه با مکزیک هم اینجا میاد و میره بازی میکنن. همون سپتامبر؟ حالا من نمیدونم، این باید ببینیم پول کی بیشتر میده، شرایط چجوره، میتونن خارج بشن نمیتونن، این همه بستگی داره. البته خب اینی که دارن الان سعی میکنن بازی های دوستانه داشته باشن خیلی خوبه. تدارکاتی، بازی های تدارکاتی که داشته باشن بسیار کمک میکنه به تیم ملی. هرچی بازی های تدارکاتی بیشتر باشه، بازیکن های جدیدی رو بتونن امتحان کنن و بازی بهشون برسه، بسیار عالیه. امروز من بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن رو دیدم، به هر حال حالا بعدا راجع بهش صحبت میکنیم، ولی خب یکی دو تا مهره بود که اینا از تیم‌های دیگه اومدن در پرسپولیس و واقعا حتی در خود ذوب‌آهن بازیکن‌های برای اولین بار در تلویزیون من اینا رو میدیدم بد نیستن، میشه سرمایه هایی هن که میشه روی اینا کار کرد و اینا رو بهتر و بهتر کرد. حتی بازی سپاهان و استقلال که اونم به جای خود داره. خب بسیار خوشحالیم. حداقل 2 تا بازی تدارکاتی داریم، حالا با یکی با کره یکی با شیلی، کی کجا معلوم نیست. فعلا گفتن سان فرانسیسکو، حالا نمیدونم اگه به قول شما همش در آمریکا که برگزار بشه چه بهتر برای تیم ملی، اگه بهشون ویزا بدن البته. یعنی ایران و کره در سان فرانسیسکو؟ ایران و شیلی در سان فرانسیسکو. ایران و شیلی در سان فرانسیسکو اعلام کرده، حالا خود کره اعلام کرده که در کره است، حالا نمیدونم چجوری. خب اینا دوست دارن ما رو تو خاک خود کره شکست بدن. بله میخواد انتقام بگیرن. که به هر حال از تیم فوتسال بانوان که رفته بود به مسابقات قهرمانی آسیا و نایب قهرمان هم شدن، قرار بود بهشون هدایایی تقدیم بشه که مثل اینکه این همچین اتفاقی نیفتاده. خبری دارین؟ بله، همونطور که واقعا جای تأسف داشت که در برنامه 90 هم اتفاقا با بازیکنای تیم فوتسال بانوان مصاحبه کردن و اتفاقا اعتراض خیلی کردن که ما رو به اصطلاح به عنوان قدردانی و از اینکه برای اولین بار در تاریخ فوتسال بانوان نایب قهرمان شدیم به بازی تدارکاتی به اصطلاح تیم ملی ایران به ورزشگاه آزادی آوردن، ولی نه تنها اصلا اسم ما رو آوردن یا بخوان تقدیر کنن، اصلا ما حتی پایین هم نیومدیم که بخوان از ما تقدیر کنن و حتی صداشون نکرده بودن و خیلی شاکی بودن از این نظر که گفته بودن یعنی به نظر میاد که اصلا فدراسیون براش مهم نیست، اصلا ما همچین مقامی کسب کردیم. ما خانواده ها خیلی هاشون شهرستانی بودن، از شهرستان اومده بودن، به خانواده هاشون خب گفته بودن این مراسم برگزار میشه و در تلویزیون نشون میدن به طور زنده. به حال خیلی واقعا جای ناراحتی بود که این صحنه رو دیدیم و خیلی هم ناراحت بودن از اینکه شب خب بازی تدارکاتی که شب تموم شد همونجا در محل المپیک بدون اینکه جای براشون بگیرن به اصطلاح اما آخر شب بعد میرفتن یه جای تهران پیدا میکردن میموندن که خیلی ناراحت بودن که اصلا نه وسیله رفت و آمد نه جای به اصطلاح هتلی جایی برای ما گرفته بودن که ما اقلا اون شب که اونجا قرار باشیم جا داشته باشیم. که آقای کفاشیان هم با خنده های همچنینی گفته که خب اونجا هتل المپیک جا داشت میتونستن بمونن. و کجا؟ هتل المپیک، همون هتل المپیک جا داشت با بازیکنای تیم ملی توی هتل. من دیگه نمیدونم با خنده های جالبش میگفتن یعنی واقعا اگر میتونستن اونجا بمونن. ببینید آقای کفاشیان هیچ کار است، خیلی راحت. بعد خودشون هم گفتن که این نظر وزارت ورزش بوده که اصلا تقدیر نشده و اصلا ایشون هیچ قدرتی نداره. حتی اگر بخواد $10 10 تومن به کسی هم بده باید اجازه بگیره.
ولی باعث تأسفه که یک تیم بانوان ایران در هر رشته‌ای حالا و این رشته مخصوصا فوتسال با اون یونیفرم بره در مقابل کشورهای دیگه بازی بکنه، اون هم در سالن، نایب قهرمان بشه، بهشون قول هدیه بدن. به هر حال فکر میکنم با آقایون زمین میدن، ماشین میدن، خونه میدن، دیگه حالا هلیکوپتر و هواپیما نمیدونم، اونا رو هم فردا میسازن میدن. ولی برای این خانومان نه. خب من از آقای کفاشیان سوالم اینه، آقای کفاشیان، آقای عباسی، درست وزیر ورزش، اگر اینا خانمای شما یا خواهراتون یا دختراتون بود باشون همین کارو میکردین؟ واقعا میذاشتینشون تو خیابون که خودشون برن هتل پیدا بکنن؟ اونم تو تهران؟ حالا فرق نمیکنه هر جا. یا اصلا بهشون کمک نمیکردید، رسیدگی نمیکردید؟ اون وقت انتظار داریم ما که بیان مسابقات جام ملت ها رو بهمون بدن، مسابقات قهرمانی نمیدونم فلان ورزش رو بدن. اصلا نمیدونم چجوری اینا میرن نامزد میشن. ولی یکی از شکایت های یکی از بازیکن‌های فوتسال بانوان هم در برنامه که نشون دادن همین بود که ما تمام زندگیمون رو برای فوتبال گذاشتیم، به خاطر که خب عشق به فوتبال داریم، به بازی کردن داریم و در حد قهرمانی و خب خرجمون به اصطلاح جایی نمیتونیم به طور مداوم کار کنیم به خاطر این ورزشی که به اصطلاح مثل فوتبالیستای دیگه کار اصلی ما در واقع فوتبال بازی کردن، ولی با این حال چون درآمدی نداریم در واقع خرج زندگیمون در نمیاد و کار دائمی هم نداریم که بخوایم درآمدی داشته باشیم و خرج سفر داشته باشیم. خب این دیگه واقعا میگم این مشکلات یکی دوتا نیست، مخصوصا برای بانوان ما که در ورزش‌های مختلف حالا فوتسال بازی میکنن، فوتبال، حتی فوتبال بیرون. امروز هم دیدم که آقای روحانیان با تیم فوتسال پرسپولیس بانوانش دیدن کرده. حالا تیم بزرگسالاش چه کار کرده که تیم بانوان فوتسالش حتما رفتن بازم قول دادن که کمک میکنن بهشون. امیدوارم ولی خب اینا امیدهایی که امیدهای واهی یا قولهایی که به این خانوما میدن و هیچ وقت هم انجام نمیدن. حتی ما در کشتی هم دیدیم در قولهایی که به قهرمانان کشتی دادن قولای خیلی بالایی بهشون دادن، بعد هر کدوم رفتن یه سکه بهشون دادن. و بعدم میگن چرا اینا میخوان برن کشورهای دیگه کشتی بگیرن. درست. متاسفانه فقط فوتبال آقایونه که چون دلالا توش هستن و پول فراوانی از طریق دولت به این فوتبال تزریق میشه و دوباره بر میگرده، از یک جیب میره به یک جیب دیگه. خب متاسفانه همه پولا اونجا خرج میشه. امروز پرسپولیس و استقلال همش درخواست پول میکنن که باید پول بدیم به ما بازیکن درست نخریدیم، دولت به ما پول بده، دولت به ما پول بده، دولت به ما پول بده. من نمیدونم این AFC، این فیفا چشش کوره گوشش کره که دیگه به این واضحی دارن میگن دولت پول بده. یعنی همه چی تحت کنترل دولته. مشکلی که این وسط وجود داره اینه که میدونی خودتون از نظر مالیاتی هیچ چیزی رکورد نمیشه اونجا در ایران. نه رکورد نه نیلوفر خانم رکورد میشه، رکورد میشه، اما رکورد تو فرودگاه در میاد. زمانی که میخوای خارج بشی اگر پول طرفو داده باشی خب خارج میشی، اگر پول طرفو نداده باشی همونجا میگیرنت. یه قراردادی که شما داشتی 200-300 هزار دلار میگن شما قراردادت بوده 600 هزار دلار.
بله. حالا این میگه من نگرفتم اینقدر، میگه خب قرارداد اینقدر بوده، شما مالیات اونو باید بدی. نه، این همه چی رکورد میشه، همه چی عکس دارن، ویدیو دارن، از تمام مدارک فتوکپی میشه. مگه میشه نشه؟ البته خود یه بازیکنام گفتن که اونی که صادقشون بوده گفته که اون پولی که اون مقدار قراردادی که اعلام میکنن با اونی که تو قرارداد میبندن و اونی که واقعا بازیکن میگیره فرق داره. یعنی ممکنه کمتر اعلام کنن به رسانه ها ولی خیلی بیشتر به بازیکن و ایجنت و اینا بدن و در قرارداد هم چون به فدراسیون نشون میدن اون رقم فرق داره. به حال اوضاعی خلاصه. بله، به قول شما این فوتبالی که ما داریم. خب خانم نیلوفر، خبر دیگه هست؟ بله، چند تا خبر در مورد لژیونرهامون میخواستم بدم. بفرمایید. از جمله اینکه مسعود شجاعی از تیم اوساسونا کنار گذاشته شده، مخصوصا که اوساسونا مشکل مالی پیدا کرد از نظر قرارداد نکونام که نکونام به استقلال برگشت. اصلا خیلی سخت بود بخواد اون عین قراردادی که با به اصطلاح همون پولی که به اصطلاح فروخته بود نکونام همون قدرش رو بخواد دلاری یا به یورو بخواد به اوساسونا پرداخت کنه. به حال اوساسونا قبول کردن ولی با مشکل مالی روبرو هستن و بر طبق مدیر برنامه مسعود شجاعی که رضا فاضلی هستش گفته که 2 تا پیشنهاد از لالیگا داره و لیگ امارات و در عرض 2 هفته آینده مشخص میشه به کدوم تیم میره، ولی مطمئنا در اوساسونا نمیمونه. امیدوارم. و دیگه این که بازیکن دیگه‌مون از جمله قوچان نژاد مدیر که به استاندارد لیژ هستش، چون تعداد زیادی مهاجم داره استاندارد لیژ بلژیک و فعلا به اصطلاح مدیر برنامه‌اش که یه آلمانی هم هستش اگه اشتباه نکنم گفته که احتمال زیاد این فصل بازی نخواهد گرفت به خاطر تعداد مهاجم زیادی که این تیم داره و چون سال دیگه میدونیم در جام جهانی با تیم ایران میخواد بازی کنه، بهتره برای خودش بهتره که یه تیمی باشه بره که بازی بیشتری بتونه انجام بده و گفته خود مدیر برنامه‌اش گفته که از تیم‌های لیگ هلند، آلمان و بلژیک پیشنهاد داره و حالا بعد در چند هفته دیگه مشخص میشه اگر به اون تیم‌ها بره، ولی خب البته قرارداد داره با تیم استاندارد لیژ اگه بخواد بمونه تا 2016. بسیار عالی. و همونطور هم که میدونیم نکونام و آنجانیک تیموریان هم از به اصطلاح لیگ امارات و قطر برگشتن. نکونام به خاطر حتی قرارداد هم بسته بود ولی به خاطر موضوعی که اسم لیگ امارات رو خب عوض کردن خیلی از بازیکنای ایرانی قراردادشون رو پس کردن و به لیگ ایران برگشتن از جمله نکونام. آنجانیک تیموریان هم به قطر برگشت به استقلال و یه خبرم از محمد رضا خلطبری هم که در امارات بازی میکنه در حال پیوستن به سپاهان یا پرسپولیس هستش که پرسپولیس خیلی سعی داره با به اصطلاح پولی به فدراسیون بده که فدراسیون بتونه اجازهشو بگیره که از تیم الانجمان امارات بتونه برگرده به خاطر همون اسمگذاری لیگ امارات یا پرسپولیس یا سپاهان. بله. یه دفعه هم دیدی سر از تراکتور سازی در آورد. بله. و یه خبر دیگه هم این که امروز اعلام کردن که نمیدونم حقیقت داره یا نه ولی به حال در خبرگزاری مهر بود که با توجه به اینکه به اصطلاح مراسم خداحافظی خوبی پرسپولیس برای مهدویکیا انجام نداده، پرسپولیس در حال مذاکره با باشگاه هامبورگ بوده برای تدارک دیدن و آوردن باشگاه هامبورگ به تهران برای بازی دوستانه با پرسپولیس که مراسم خداحافظی مهدویکیان در اون مرز بازی انجام بشه که بر طبق گفته خبرگزاری مثل اینکه
باشگاه هامبورگ هم قبول کرده و این بازی حدوداً در ماه ژانویه برگزار میشه در ورزشگاه آزادی تهران. بسیار عالی خانم نیلوفر، خیلی ممنون از شما، متشکر که باز تشریف آوردید. امیدوارم که هفته آینده هم اگر ساعت ما بالا پایین نشه در خدمتتون خواهیم بود ان شاء الله. مرسی. خیلی ممنون. سلام ما رو به همه تورنتویا، ایرانیای تورنتو برسونید. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از شما. شبتون بخیر. شب شما بخیر. خب دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگه برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود با 3 تا بازی از لیگ برتر فوتبال ایران که دیروز و امروز برگزار شده، نتایج این بازی ها و ببینیم که وقت به ما چگونه اجازه خواهد داد. رستوران کلاب سفیر در وودلند هیلز میزبان شما با بهترین غذاهای ایرانی. می توانید تمام بازی‌های فوتبال را در رستوران سفیر به طور زنده تماشا کنید. سفیر در 19940 ونچورا بولوارد، شهر وودلند هیلز. 818 713 90 90. Soccer stores where we have all your soccer needs, cleats, jerseys, balls, and accessories. We carry all of the major brands like Nike, Adidas, Puma, and more. We offer kids packages, cleats, shin guards, and a ball for just $39.99. We also offer team packages for both youth and adult teams. So please visit one of our 5 locations in Riverside, Santa Ana, Upland, Glendale, and Granada Hills. Se habla español. خب دوستان عزیز، همونجوری که در آغاز برنامه خدمتتون عرض کردم، لیگ برتر فوتبال ایران دور 13همش این هفته دیروز پنجشنبه و امروز جمعه دنبال شد، بازی‌ها به پایان رسید. اولین بازی رو که براتون پخش می‌کنیم بین فولاد خوزستان و فجر سپاسی شیراز هست که برگزار شد. سریع میریم اگر آماده باشه سراغ این بازی. بعد از این بازی هم 2 تا بازی دیگه براتون داریم که پخش خواهیم کرد. خب نگاه میکنیم به فولاد و فجر سپاسی. درس کنیم خدمت شما عزیزان بیننده در که از طریق شبکه‌های خوزستان، فارس و ورزش بیننده این فوتبال هستید، عرض سلام و ادب و ارادت دارم. مانی بختیار رحمانی ارسال به روی دروازه و کنترل میکنه وحید شیخ ویسی. محوطه جریمه، سمت راست رحمانی میخواد توپ رو بفرسته، سانتش انجام میشه پشت محوطه 6 قدم. موقعیت برای فولاد خوزستان، حالا فرصت برای فولاد و باز هم دخالت مدافعین فجر. این بار صبری بود که توپ رو به بیرون فرستاد. یه پاس پشت مدافعین فولاد برای انصاری، برگشت میده مدافع فولاد عبدالله کرمی و سوت پایان بازی در نیمه اول با حساب 0-0 مساوی. تشکر میکنم دوستان خوبم در واحد سیار مستقر در ورد. همونطور که در تصاویر می‌بینید بله نیمه دوم شروع میشه، میریم ورزشگاه تختی و گذاشت نیمه دوم. شبکه استانی سیمای خوزستان و هموطنان خوبم در شبکه فارس، همینطور بینندگان محترم شبکه ورزش، مجری محترم برنامه آقای سیانکی و مهمان گرامیشون آقای مطهری در خدمت شما هستیم با پخش مستقیم مسابقه فوتبال در نیمه دوم بین تیم‌های فولاد خوزستان و فجر سپاسی شیراز. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر. حالا فرصت برای فجر سپاسی شیراز و توپی که تبدیل به گل نمیشه و در حین ناباوری ضربه جابر انصاری از کنار دروازه فولاد اونجا به شکل خطرناک به بیرون رفته. اونجا رحمانی که قصد ارسال داره، سانتش انجام میشه در محوطه جریمه
موقع داره فولاد، فرصت داره فولاد خوزستان و توپ رو دور میکنه مدافع فجر. کمانکار موقعیت داره فولاد خوزستان و ضربه شهاب کرمی اونجا از کنار دروازه تیم فوتبال خان محمد انصاری از داور بازی کارت زرد میگیره. سمت راست رحمانی است که سانتش انجام میشه در محوطه جریمه. ضربه سر حاتمی و گل توی دروازه. چقدر قشنگ زد ضربه سرشو حاتمی و گل برتری فولاد توسط این بازیکن رقم میخوره. فولاد خوزستان 1 فجر سپاسی شیراز 0. خوشحالی و شادمانی طرفداران فولاد ببینیم با هم در صحنه آسه. سانت بی‌نقص رحمانی، جایگیری خوب فرزاد حاتمی و ضربه سر حاتمی بدین ترتیب به دور از دستان شیخ فیسی تبدیل به گل میشه. خیلی خوب زد ضربهش رو. خب با همین نتیجه فولاد تیم فجر سپاسی شیراز رو میبره و 3 امتیاز به دست میاره. اما بازی بعدی که براتون داریم بازی 2 تیم تبریزی هست، تراکتورسازی و گسترش فولاد، که به هر حال 2 تیم از یک جا در مقابل هم داربی شهر تبریز است که با هم نگاه میکنیم. دوباره توپ به نظامی پور رسید در میانه های میدان. موفق‌تر مهدی کریمیان، علی کریمی، ارسال توپ به سمت چپ. فرصت هست برای جواد کاظمیان به روی دروازه و توی دروازه گل برای تیم. این جواد کاظمیان هست، ارسال بلند جواد کاظمیان و اونجا برخوردی که شک گرفت به نظر رسید یه خودی رو باز کرد. یه بار دیگه با هم نگاه میکنیم. بله کاملا مشخصه فروز تیز رو کورنر رو میزنن. یه بار دیگه فرصت برای یاران گسترش. این سمت سید ایمان موسوی، فرصت برای باز شدن دروازه و توی دروازه شهرآورد تبریز. هواداران دارن با فریاد گسترش تراکتور هر دو تیم رو تشویق میکنن در ورزشگاه بزرگ یادگار ما. خب تیم گسترش 2 تا گل میزنه، یکی به تیم تراکتورسازی یکی به تیم خودش. بنابراین هر دو گل گسترش فولاد به ثمر میرسونه. اما بازی که امروز یا دیروز انجام شد، دیروز استقلال تهران و سپاهان، تعدادی از بازیکن‌های استقلال به سپاهان رفتن، تعدادی از سپاهان به استقلال اومده، از سپاهان به جای دیگه رفتن، از استقلال به جای دیگه رفتن. حاتمی رو دیدید که به فولاد خوزستان رفته. خلاصه تغییرات زیادی در این دوره لیگ برتر فوتبال ایران انجام شده و یکی از بزرگترین تغییراتی که از استقلال انجام شد رفتن جباری به سپاهان بود. مسئله جباری مسئله امروز و دیروز نیست، این مسئله ریشه‌داریه که بین جباری و استقلال وجود داره و هیچ وقتم واقعا مشخص نشد که این مشکل با آقای قلعه‌نوییه یا این مشکل با آقای فتح‌الله زاده است. یکی از این دوتاست، چون فکر نمی کنم جباری با بازیکن‌ها مشکل داشته باشه. جباری آدمیه که قراردادش نوشته، تا اونجایی که من شنیدم آدم باسوادیه، کتابخونه، استدلال و آدم رکگوییه. قراردادی نوشته، پولشو میخواد، نمیتونین بدین، میتونه بره به تیم دیگه. شاید ما این چیزها رو در فوتبالمون نتونیم قبول بکنیم. اون زمانی که پیراهن یه تیم برای یه تیم ارزش چه میگم معنوی بزرگی داشت تموم شده. الان فوتبال یک بیزینسه. فوتبال حرفه‌ای یک شغله. شما وقتی قرارداد یکی رو نتونید پولشو بدید، آنچه که در قرارداد نوشتید نتونید بهش عمل بکنید، این اجازه رو به طرف
مقابلتون میدید که به هر حال هرچی حقش هست بگیره. یه بازیکن هست با یه مربی هر جا میره، حالا یه مقدار پول میگیره، یه مقدار پول نمیگیره، یه مقدار حقوق میگیره، یه مقدار حقوق نمیگیره، یه مقدار بازی میگیره تا شاید توی ویترین قرار بگیره و به جایی بره. از این بازیکن ها، از این مربی ها زیاده. اما واقعا باید دید که مشکل این نوع بازیکنانی که رکگوان و این نوع بازیکنانی که حقشون رو میخوان چیه؟ چه مشکلی هست بین مدیر عامل و بازیکن یا مربی و بازیکن؟ چون فکر نمی کنم بین بازیکن ها مشکلی باشه، چون اگر بین بازیکن ها مشکلی باشه این مدیریت اشتباه مدیریتیه، مشکل مدیریتیه که نمیتونه بازیکن ها رو به هم خوب بده و بنابراین باید از هم جدا بشن. دیروز در ورزشگاه آزادی تهران تیم‌های استقلال و سپاهان در مقابل هم قرار گرفتن که با هم نگاه میکنیم به هایلایت این بازی. باشه و هاشم بگزاده هم مصدوم بازی نمیکنه. یه فرصت برای بازیکنان سپاهان که توپشون لو میره. اون طرف هم محرم نویدکیا و سوکای برای سپاهانی ها بازی نمیکنن، ضمن اینکه در این مسابقه یه اشتباه در محوطه جریمه، موقعیت، این ضربه و توی دروازه گل برای سپاهان. آرش افشین از مالی شاید یکی از بهترین تیم‌های ایران باشند. ببینیم این حرکت رو، این ضربه آخر رو خیلی قشنگ زد روی زمین و جای هیچ واکنشی رو باقی نمیگذاره برای سید مهدی رحمتی. جباری بلافاصله پاس ضد حمله رو میفرسته، عالی فرستاد این پاس رو. آرش افشین دو تا قدم جلو میفته. آرش افشین این ضربه رو بد زد. ببینید چیکار میکنه. همچنان آرش افشین پاس به بیرون و رحمتی که توپ رو میگیره. پنالتی. ببینیم حالا پاس به عقب بود یا پنالتی. ببینیم داور کی شد؟ نه دیگه پنالتی گرفت داور، احتمالاً پنالتیه. فغانی اعلام میکنه اینجا خطای هند گرفته ظاهرا. رحمتی رفت چیزی به عقیلی گفت، سورپرایز میکنه عقیلی، معمولا خوب پنالتی میزنه. ببینیم این بار در مساف رحمتی چه خواهد کرد. حاجی عقیلی و توی دروازه. گل دوم برای سپاهان. سپاهان 2-0 از استقلال جلو میفته، در برابر در میارن. یک بار دیگه ببینیم، خیلی خوب زد عقیلی، اگرچه رحمتی تشخیص داد اما به توپ نرسید. اندرانیک تیموریان برای چندمین بار ضربه آزاد رو میزنه، بلند برای دروازه و باز هم به تیر میخوره. موقعیت برای استقلالیا و توی دروازه گل برای استقلال. حالا بازی میشه 2-1. اینجاست که آندو میفرسته، میخوره به تیر دروازه و برمیگرده. اینجا صادقی عالی اصلا میذاره روی توپ. خب این هم نتیجه که دیدی 2-1 استقلال مغلوب سپاهان میشه و هر حال استقلال، خب استقلالیا میگن که ما باخت به هر حال مستحق باخت نبودیم، ولی بقیه من بهتره برن بازی رو یه بار دیگه نگاه بکنن. سپاهان با انگیزه بیشتر بالاتر به میدان اومده بود و اشتباهات فردی مخصوصا در مدافعان، اشتباهی که حیدری کرد، این بار اول نیست که حیدری به این طریق توپ رو لو میده. این شگردیه که حیدری داره و خیلی از بازیکنها این شگرد رو یاد گرفتن که حیدری چگونه با پاش توپ رو حرکت میده. به هر حال اشتباهی شد. افشین هم به خوبی از این توپ استفاده کرد و وارد دروازه کرد. توپ به این دروازه به اون دروازه هم خورده، اما نمیتونیم بیایم همه چی رو تقصیر داور بندازیم. شما حتی به سپاهان نباید اجازه بدید این همه به زمین شما وارد بشه و روی دروازه شما حمله کنه
و موقعیت بسازه. چون فورواردهای سپاهان به عقیده من خطرناکتر از استقلال بودن. حالا هماهنگی بین اونا هست بین اون تیم نیست، اونو نمیدونم، اونیه که مربی‌ها بهتر میدونن. ولی نمیشه داور رو بگیم همه چی تقصیر داور بوده، آقای رحمتی بیاد بگه که ما اینو میذاریم تقصیر وزارت ورزش چرا که ما نتونستیم یارگیری کنیم، به ما پول نداده بودن که ما بتونیم یارگیری کنیم. اینا یه چیزای حرفه‌ای، واقعا من از بازیکن‌های حرفه‌ایمون این چیزا رو میشنوم متعجب میشم. شما یا درست تمرین نکردید یا درست همدیگه رو نمیشناسید، همدیگه رو باور ندارید، تیم از مقابل میترسید. همه اینا وجود داره. اینایی که شما باید باور کنید خودتون رو اول، بعدن شاید اگر آرش برهانی تو زمین بود بهتر کار میکرد از قاضی یا از فرهاد مجیدی. اینا رو باید آقای قلنویی به هر حال بهتر از همه میدونه که باید چیکار کنه. خب نتایج خدمتتون عرض کنم. تلفن داریم که جواب بدیم. سایپا در مقابل راه آهن 3-0 شکست خورد. مس در برابر استقلال خوزستان با یک گل مغلوب شد یا 1-1 کردن، متاسفانه اینجا درست ننوشتم. ملوان و داماش 0-0 شد. تراکتور و گسترش رو که دیدید 1-1. استقلال سپاهان هم دید. نفت تهران در برابر سبای قم 2-1 شکست خورد. فولاد که فجر سپاسی رو برد. ذوب‌آهن و پرسپولیس هم 0-0 مساوی شدن. تا هفته دوم سپاهان، سبا، راه آهن، استقلال اهواز، پرسپولیس و استقلال تهران از اول تا ششم هستند. هفته سوم آگوست 6 داماش در برابر نفت، راه آهن ملوان، ذوب‌آهن تراکتورسازی، گسترش فولاد سپاهان، سبا فولاد، استقلال خوزستان سایپا، فجر سپاسی و استقلال تهران. و روز بعدش هم آگوست 7 مس کرمان و پرسپولیس با هم بازی دارن. با سلام خدمت شما. الو. خب مثل اینکه نتونستن دیگه بیش از این منتظر باشن. اما خب ما وقتی هم به اون صورت نداریم. نه. با سلام خدمت شما. بفرمایید. حالتون خوبه؟ متشکرم، در خدمتم. الو. بفرمایید. خب نه ببینید دوستان عزیز، الان من نزدیک 28 سال تو تلویزیون کار میکنم. صدای تلویزیون بارها و بارها و بارها گفتیم بیاریم پایین، چون نمیتونید منتظر شنیدن صدای خودتون بشید. اون کار بخواید بکنید نمیشه. خب بازی مس و استقلال اهواز چند شده بود جناب آقای کارگردان؟ این کارگردان ما خوشحال شد استقلال باخت، یک دفعه پرید هوا. 1-1 نه 1-1 مساوی شدن. خب بسیار عالی. اما ما فکر کنم 2-3 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداشته باشیم. در هر سال کمپانی عادی خب بازم مثل که با سلام بفرمایید. در خدمتتونم، بفرمایید. حالتون خوبه؟ متشکرم عزیزم. من تقریبا 20 دقیقه منتظر بودم که من از شما معذرت میخوام، چون به هر حال ما تلفن زیاد نمیتونیم بگیریم، وقت نمیکنیم. بفرمایید، حالا در خدمتتون هستم. بله شما راجع به استقلال صحبت می‌کردیم، من می‌خواستم یه نظری بدم. بفرمایید. میتونه سوال شخصی از شما بپرسم؟ سوال شخصی بفرمایید عزیزم.
شما طرفدار پیروزی هستین یا هستید؟ صنعت نفت آبادان. راحتت کردم، بگو. همین دیگه، من دیگه سوال ندارم. خیلی ممنون از شما. متشکرم. خدا نگهدار. با سلام خدمت شما. لطفاً تلویزیونتون رو کم کنید، تو رو خدا. خب دوستان عزیز، آقای کارگردان عزیز، وقت داریم یا نداریم؟ دیگه وقت نداریم. خب به ما که میرسه وقت 3 دقیقه دیگه. نه خب 3 دقیقه هم امیدوارم که به هر حال، متاسفانه وقت ما هم تموم میشه. باز هایلایت های دیگه داشتیم از جام عادی که خدمتتون رو عرض کنم. منچستر سیتی در مقابل آس میلان بود، بایر مونیخ ساو پائولو رو شکست داد. منچستر سیتی هم آس میلان رو 5-3 شکست داد. بایر مونیخ و منچستر سیتی در فینال در مقابل هم قرار گرفتن که بایر مونیخ منچستر سیتی رو اگر بریم روی، در آمریکا هم بازی‌هایی داره انجام میشه، بازی‌های دوستانه‌ای که از کشورهای مختلف دعوت کردن تیم‌های دیگه. رئال مادرید گالاکسی. ببینیم چلسی و اینتر میلان رو، چرا که چلسی دوباره با آقای مورینیو برگشته و اینتر میلان که آقای مورینیو هم یه فصل درش مربیگری کرده. اگر حاضر باشه اینو با هم نگاه میکنیم. خب تیم چلسی با پیراهن آبی که میبینید پشت محوطه جریمه، چه عجب شوت زیبایی، عجب شوت زیبایی، دروازه اینتر رو باز میکنه. یه بار دیگه نگاه کنیم این پاس و کجا میزنه. 1-0 چلسی در مقابل اینتر میلان. بازم از زاویه دیگه. خب آقای مورینیو با آسکر زننده این گل هست. یه بار دیگه داخل محوطه و پنالتی فکر میکنم. بله پنالتی روی بازیکن چلسی. نگاه کنیم میتونست بیرون باشه ولی خب دیگه داور تشخیص داد که بله این خطا بیرون از محوطه جریمه بود، اما خب داور نقطه پنالتی رو نشون میده و به خط نگهدارش نگاه میکنه. پنالتی باید جالبی باشه، نگاه میکنیم با هم. به هر حال اینم پنالتیه که به گل تبدیل میشه و چلسی انتر میلان رو شکست میده. خب با تشکر از همه شما عزیزان، تا برنامه آینده که دوباره در خدمتتون باشیم از همگی شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم که هفته آینده هم با ما همراه باشید. هایلایت لیگ برتر، بازی‌های دیگه، لیگ‌های دیگه آغاز میشه که تا اونجایی که وقت به ما اجازه بده خبرهاشو به شما منتقل خواهیم کرد. خدا نگهدار. رستوران کلاب سفیر در وودلند هیلز میزبان شما با بهترین غذاهای ایرانی. می توانید تمام بازی‌های فوتبال را در رستوران سفیر به طور زنده تماشا کنید. سفیر در 19940 ونچورا بولوارد، شهر وودلند هیلز. 818 713 90 90. Soccer stores where we have all your soccer needs: cleats, jerseys, balls, and accessories. We carry all of the major brands like Nike, Adidas, Puma, and more. We offer kids packages, cleats, shin guards, and a ball for just $39.99. We also offer team packages for both youth and adult teams. So please visit one of our 5 locations in Riverside, Santa Ana, Upland, Glendale, and Granada Hills. Se habla español.